نگاه کن. این برادر نوشته است که چهره نشان دادگان بسیار کردن کو اکو، یعنی منظورش که بسیار کار کردن. چه کار کردن چهره نشان دادن؟ منظورش به این یعنی به کنایه. یک برادر مبارز است، نظریات خوبی می نویسه. خب نگاه کن وقتی که حرفا به این مطلب یعنی خط بخته متقاعد میسازه که دیگرها برمدن حرف زدن به چهره، چی شد که من برم؟ چیکار کردن اونا که من بکنم؟ وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به میدان مبارزه برآمد، دعوت شروع کرد، هر کسی که در کنار او به دعوتگر مثل همو شد؟ نه، جنگ کردن. برمدن یک از شمشیر در دستش گرفت، دعوتگر چهره قطعی برمد برفت دعوت کرد. کدام اونها پنهانی بدن؟ خیلی وقتی که در راه مبارزه برمدی دیگه میره جنگ میکنی. ما اگر نباشیم دعوت نکنیم تی پشت پرده از کجا نقشه را پیدا کنی بری بجنگی؟ و بهانه گفتن لازم نیست. خودت مطمئن بسازی که خیلی اونا چیکار کردن که من برام بکنم. خب آشکار نمیتونی، توانایی صحبت کردن نداری، توانایی تحلیل کردن بررسی کردن رو نداری، پس مسئله پشت پردهش نگاه کن. برو بگو برادر من امروز تواناییم این همی قدر است، من چیکار کنم؟ من مثلا زور من خدمت نکردم، نمیتونم برم یگان کار کنم، ولی میتونم اینم قدر مبلغ بدیم برای اینم فلان 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 کار، اگر بشوه مثلا فلان کار. یک نفر دیگه میبره میگه که برادر من یک فرزند دارم و همسر من چی است، شاید من پشت پنجره برم، برای من مثلا 5-10 هزار دلار در کار است که من یک نقشه را اجرا کنم. و تو باید اون نقشه را خراجات او را به دست بدی. کو بعضی حالت ها انسان باید با تمام وجودش بیا خدمت بکنه. اگر ایش نمیتونه دیگر شب بتونه، دیگرش نمیتونه دیگر شب بتونه. یعنی خطاب مطمئن دیگر رو چیکار کردن که من بیام بکنم؟ من وقتی که رسید من میدونم چیکار کنم، ولی وقتش کی میرسه؟ هر روز دروغ میگیم وقت بیاید، کی میاید همون وقت ما خود میاریم وقت نمیاد بس پیش ما را. همون پروردگار میگه در سوره رعد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حالت هیچ زمان تغییر نمیکنه تا زمانی که ما و تو تغییرات به وجود نیاریم. این حالت ما کی تغییر پیدا میکنه؟ دروغ گفتن قطعی نمیشود برادر، فریب کردن قطعی نمیشود. با وجدان خودت دروغ میگوی، با من نه، با وجود خودت دروغ گفته است که فردا به خودت تکلیف کرده استی. یک قول حضرت علی است که بسیار مشهور است، میگوید که هر روز میگوی که من فردا آدم میشم. چرا از حوض آغاز نمیکنی؟ چرا از امروز شروع نمیکنی آدم شدن؟ به امید فردا میگذاریش. یک مطلبی که مطلبی در ارتاجی کی بود کو میگوید کار امروز به فردا مگذار، دوامش حالی در یادم نیست. خب بدتر بود، یک چیزی سخت‌تر میزد، ولی به زبان نیارم.